امروز 10 اپریل است و در 15 دقیقه بعدی خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان را تقدیمتان می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز. سرأول به نامگوی چند گزارشی برنامه اخباری آزادی توجه نمایید. ده‌ها زنان و کودکان تاجیکی که از سوریه به وطن انتقال یافته بودند بالاخره به منزل نزدیکانشان رخصت شدند. ایستگاه آخرین کجاست؟ ساکنان تاجیکستان را با شدت پایان رفتن قرب روبل روسی خواطر کرده است. با او قربی نقض باشم یالین چهار زیادتر میگیریم. و خانواده های مسلمان در امریکا ماه عید رمضان را با آرایش خاصی حولی و خانه هایشان استقبال میگیرند. زنان و کودکانی که از سوریه به تاجیکستان آورده شده بودند بعد 8 ماه به خانواده هایشان سپرده شدند. مقامات تاجیک در این باره رسما صحبت نمی کنند و تو این مدت موضوع به والدانشان ندادن کودکان و نورسان از خاورمیانه انتقال یافته بحثایی را به میان آورده بود. اما گفتگو رادیو آزادی در آخر هفته گذشته نشان داد که کودکان و زنان ماهی پیش به منزل نزدیکانشان رفتند. جزئیات در گزارشی مولا رجب یوسفی و امیر سویف. اینجا مجمع سیاحی کمیته انداز تاجیکستان است. 25 ایول سال گذشته 104 کودک و 42 زن را بعد از سوریه آوردن در اینجا نگاه می داشتند. امروز 7 اپریل در اینجا به رادیو آزادی گفتند که زنان و کودکانی که از سوریه آورده شدند دیگر اینجا نیستند. به گفته یک مسئول اینجا که نخواست در نزد دوربین صحبت کند، زنان و کودکان روز 20 مارس امسال به خانواده هایشان سپاریده شدند. این مسئول چند عکس را به ما نشان داد که در آنها دیده می شود زنان و کودکان با همدیگر خیر و خوش میکنند. این مسئول همچنین گفت که زنان و کودکانی که از سوریه آورده شدند بعد خلاصه روانشناسان و هم متخصصانی که با آنها کار کردند به خانواده هایشان سپاریده شدند و احتمال در آنجا نیز زیر نظارت مقامات و حکومت های محل ها خواهند بود. تلاش های ما برای صحبت با مقامات و پیوندان کودکان بی نتیجه بود. والدین یکی از کودکان گفت به آنها دستور دادند که در این باره با خبرنگاران صحبت نکنند. تاجیکستان از منطقه‌های جنگ زده سوریه و عراق 2 مراتبه شهروندان خود را آورده است. بار اول سال 2019 ده‌ها کودک و نورس را از عراق آورده در آسایشگاه خرنگان ورزاب جای دادند. اما حالا کودکان و نورسان از عراق آورده در اینجا نیستند. طبق اطلاع دریافتی اکثر آنها را به مکتب اینترنت ها دادند. دوام 4 سال خبرنگاران امکان صحبت با آنها را نداشتند. سرنوشت من بعد آنها روشن نیست. بعد سال 2014 حدود 2000 شهروند تاجیکستان به عراق و سوریه رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. اکثر مردان در جنگ‌ها کشته شده، زنان و کودکانشان سرسان ماندند. فعلا نیز در 2 پناهگاه سوریه و زندان‌های عراق 10 زنان تاجیک در مانده‌اند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی دوشنبه. برنامه را با موضوعهای دیگر پی میگیریم. در یک هفته اخیر در تاجیکستان قرب روبل روسی با شدت پایین رفته. روز 10 اپریل 1000 روبل رسما به 134 سومونی برابر شد. در آویزه یا نوشتجات بعضی بانک‌ها 132 سومونی نیز به چشم می‌خورد. با صورت پایین رفتن قرب روبل اولین شده تاثیر خود را به جیب خانواده‌های تاجیک رسانده است. ساکنان میگویند در حالی که نرخ مال و محصولات در بازارها گران است، به قرب شوی پول فرستاده پیوندانشان را بیشتر احساس میکنند. موضوع علی شیر ظریفی و شهلای عبدالله ادامه میدهند. به طور نظر از پایین رفتن قرب روبل روسی، زینالدین عبیداللهیف ساکن نویه ورزاب را نگران نموده است. 2 پسرش سالهاست در روسیه کار میکنند و زندگی خانواده از حساب روبل های فرستاده آنهاست. بچه‌م در روسیه پول روی میکنه، خمو پای میگیریم تاجیکی میگیریم. مثال یالین چه آرمان اوجه برباد میره. یالین چهار مثال با او قربی نقض باشم یالین چهار زیادتر میگیریم. با سرعت کاهش یافتن قرب روبل نزدیکان بعضی مهاجران را وادار نموده است که از یک بانک به بانک دیگر گشته قرب روبل را سنجند. با امید آنکه شاید در یگان بانک قرب روبل نسبتاً بالاست.
ما می‌خواستیم که کمک این بالا رود که در نسبت بالا روی پایان رفتن این پول به حد تنقصیر کشیدیم. مقصد که اگر حاضر 1000 روبل 134 باشد، اگر وقتی که یک ماه پیش بود این 145 بود. پس از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال گذشته، کشورهای غربی علیه مسکو تحریم جاری کردند و قرب روبل به طور نظررس کاهش یافت. تحلیلگران کاهش قرب روبل روسی را به چنین تحریم‌ها ربط می‌دهند. بهرام شریفوف تحلیلگر تاجیک میگوید در چند روز اخیر در خود روسیه قرب دلار بالا رفته است و در چنین شرایط ارزش روبل پایین می‌رود. نفت نرخش پست آمد، گاز زیاد شد برای فروش نفت از صدام تحریم‌های یوروپا نیز و دیگه جا فرستاد که هندوستان و خیتای بازار و نرخ 60-70 دلار باشد و هم با 35% سکیتکه فرستادیم، یعنی درآمدی اسعار خارجی به روسیه کم شده است. با محصولاتش بیشتر با روبل روسیه فرستاده است. عموما این نقطه نظر حجم درآمد اسعاری با دلار کم شده ایستاده است و باعث زیاد شدن طلبات به دلار شده است، چون که بیزنس، بانک‌ها دیگه و یا عهده‌داری دولت باید پرداخت شود با دلار. برای همین قدر قیمت دلار زیاد شده در روسیه. قرب روبل برای اکثر ساکنان کشور مهم است، چون نزدیکانشان از روسیه اساساً پول روسی می‌فرستند و بانک‌های تاجیکستان آن را به سامانی عوض کرده می‌دهند. همساله صدها هزار نفر کارجو از تاجیکستان به روسیه می‌روند و این کشور یکی از منبع‌های اساسی درآمد خانواده‌های تاجیک به حساب می‌رود. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. مقامات تاجیکستان با درخواست عبدالقادر طالباکов روزنامه‌نگار و سابق مدیر کتابخانه به نام ابوالقاسم لاهوتی امنیتی او را تقویت بخشیدند. طالباکov میگوید بعد آنکه به دین زردشتی روی آورد با تهدیدها مواجه شده است. به قول وی انتظار می‌رود به زودی در تاجیکستان جمعیت زردشتیان رسما نامنویس شود. تفصیلات را در گزارش اسکندر فیروز و برات یوسفی می‌بینید. عبدالقادر طالباکов خبرنگار و پیرو دین زردشتی در تاجیکستان میگوید مقامات تاجیک تامین امنیت او را تقویت دادند. طالباکov در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از اعلان تصمیم تأسیس جمعیت زردشتیان تاجیکستان او پیوسته مورد تهدید و فشارهای لفظی و حضوری قرار میگیرد. برخورد بعد البته هست. حالا چرا کم احساسی حرف میزنم؟ وقتی که شما گفتید که جای واقعی را معاین کرده، سراسیمه شدم، یک تاکسی را معاین کردم. با قول خودش به اتهام به گناه زردشتی بودنم خدمت رسانی نکرد. خیلی طبعا خیره است راستی و خیره شد. مراجعت عبدالقادر به مقامات انتظامی از افزایش تهدید و فشارها روی به پاسخ نمانده است. اونها خوب قبول کردند و گفتند که وظیفه ما حمایت امنیت شما است. دیگر ما با اعتقاد شما کار نداریم. اگر این دین اکستریمیستی نیست، اگر این تشکیلات خلاف قانون‌های جمهوری اسلامی عمل نمی‌کند، دیگر وظیفه ما حمایت شما است. راستی کم حمایت ما را پرزور کردند. با قبل آیین حال با نظر و حقوق شناسی تاجیک معرفت تحمل پذیری در جامعه ما نه تنها در مسائل دینی بلکه در همه مسائل وجود ندارد. ما نتونستیم جامعه بسازیم که تحمل پذیر باشد. برای تحمل پذیری یعنی که معرفت لازم است. مثلا ما میدونیم که قسم زیادی مردم به همون دین اسلام باوری دارن و رو احترام میکنن و غیره. چی ترس هست از یک مثلا رویه که نه اونقدر وای دارد، حالا که قریب همه دین ها یگان خطر ندارن به غیر از زمان بعضی که با نامش دین میگویند دولت اسلامی. در ضمن عبدالقادر در صدد پیشنهاد کردن اسناد ضروری جمعیت برای ثبت نام به کمیته دین است. زردشتیه یکی از دین‌های قدیمترین در جهان است. به گفته عبدالقادر عبدالقهار، حالا انجمن‌های زردشتیان جهان بیشتر از 3 میلیون پیرو و 200 جمعیت دارند. طبق اطلاع کمیته دین در تاجیکستان 4058 عدد اتحادیه‌های دینی ثبت نام شده است که 66 عدد آن غیر اسلامی است.
حالا میرویم به امریکا. برای بسیاری از امریکایی‌ها جشن‌های دولتی و مذهبی با آرایش زیادی خانه و حولیه‌شان همراه است. اما آرایش رو اکثراً در جشن‌هایی می‌کنند که خاص ایتای کشورهای غربی است، مثل هالووین و یا عید میلاد مسیح. حالا این رسم با جمعی از خانواده‌های مسلمان در امریکا همراه یافته است که رمضان رو با آرایش خاصی حولی و خانه‌هایشان استقبال می‌گیرند و تجلیل می‌کنند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. آرایش جشنی یکی از خانه‌ها در امریکا. مردم هر سال خانه‌های خود را در ماه اکتبر در هالووین آرایش‌های ترسناک می‌دهند و هنگام عید میلاد مسیح زیب و زینت شادی انگیز. همین رسم همیشه عایشه سبحان، مادر دو فرزند و مهاجر افغان را به وجد آورده است. من و بچه‌هایم واقعاً از چراغ و آرایش‌های کوچه‌ها حیرت زده می‌شدیم و برای همین تمام زمستان شبانه در کوچه‌ها قدم می‌زدیم. عایشه از کوچه‌های چراغان و زیبا الهام گرفته به طرحریزی آرایش برای هم مذهبان مسلمان خود پرداخت. سال گذشته در جای اقامتش شهر ساکرامنتو کالیفرنیا مغازه ایرت ترند را باز کرد. وسایل آرایشی که برای حولی‌ها می‌فروشد رمزهای جشن و آیین‌های اسلامی است. سبب شروع این کسب و کار بچه‌هایم شدند. من شادی آنها را از دیدن این وسایل آرایشی و چراغ‌ها احساس می‌کنم. باور دارم که دیگر والدان نیز عین احساس را دارند، ولی متأسفانه آنگونه که می‌خواهند جشنشان را تجلیل کردن نمی‌توانند. اویلی اکی پنگستوتی ونگ مهاجر اندونزی و ساکن سان فرانسیسکو امسال خانه‌اش را با رمزهای ماه رمضان آرایش داده است. بعضیش کاری دستی عایشه سبحان است. ما خواستیم در ماه رمضان بیرون خانه را آرایش دهیم. همه جا صدای نماز شنیده می شود و این همه به فرزندان ما در خانه احساس خوب می دهد. دخترش نیز همین را می گوید. غوطه‌ور شدن در جشن احساسی عالی است. ما خانه‌مان را با شیارهای رمضان و عید آراستیم. فکر میکنم بسیار سرگرم کننده است. ملا عادی سمندی میگوید هیچ دستور اسلامی مخالف آرایش جشنی نیست و این کار جنبه مثبت دارد. walaupun hal semacam itu ya itu bukan keharusan tetapi این میتواند بیانگر دینی فرد باشد. به خصوص به بچه‌ها نشان میدهد که رمضان رسیده است. کودکان دنیای بازی و خوشحالی را تجربه میکنند. از این رو آرایش‌ها بیشتر مثبتند نه منفی. بچه‌ها میبینند که اسلام فقط عذاب و اندوه و فقط چیزهای جدی نیست. میبینند که اسلام چیزهای شادی انگیز هم دارد. bukan doom and gloom ya hanya serius saja kan tidak. مثل دیگر جامعه‌های مهاجران در امریکا مسلمانان اندونزی هم نسبتاً به هم نزدیکند و هنگام رمضان یکجا عبادت و افطار میکنند. اکنون مثل دیگر همسایگانشان از دین و ادیان دیگر می توانند حولی و خانه‌های خود را مطابق به رسم و آیینشان آراسته و پیراسته کنند. و نماینده یک سازمان معتبر حامی حقوق تاجیکستان را در قطار کشورهای نامبر کرد که با تهدید و زورآوری سعی دارند دهان منتقدان را حتی در خارجه ببندند. یانا گراخوفسکایا مدیر تحقیقات و استراتژی فریدم هاوس یا خانه آزادی روز 6 اپریل نوشت تا آخر سال 2022 38 حکومت شهروندان خود را در 91 کشور هدف گرفتند. همین حکومت ها به قول او برای پخش صدای انتقادی و دیگر اندیشی در بین دیاسپورا و جامعه های تعبیدی از کشتار، حمله، بازداشت و اخراج و استرداد غیر قانونی استفاده میکنند. او در ادامه حکومت‌های خودکامه را برای یاری به سرکوب شهروندان یکدیگر تنقید کرده است. حکومت تاجیکستان سال 2022 برای تعقیب زادگان بدخشان مقیم روسیه از همکاری‌های دیرینه امنیتی با مسکو استفاده نمود، افزود او. به اطلاع نماینده فریدم هاوس، مقامات تاجیکستان بعد از سرکوب تظاهرات اعتراضی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 11 نفر را که عملیات دوشنبه را تنقید می‌کردند از روسیه آورده زندانی نمودند. بینندگان عزیز، برنامه امروز به پایان رسید، ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو در وبسایت azadi.org و در صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تیک تاک و تلگرام و ادنکلاستیکی ادامه دارد. تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.